من حاضر تو را دستگیر میکنم. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ من میخواهم آدمی بزرگ شوم. شمشیر و اسب تو رو آدمی بزرگ کردن نمیتوانند. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. کدام زنجیرها؟ من زنجیرهای داخلی تو رو میگویم. تو آزاد بودی. همین خیلی بیلال. یک چند سال پیش دشمن ها به دهه ما حمله کردن و مرا و خواهرم را گرفتند. بازانو زن خدا. او به تو چیزی گفت؟ ما کی آزاد میشویم؟ ما نباید تسلیم شویم. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. حکایه تو از اینجا بیرون میبراید و از تمام جهان میگذرد برای یک جویا کردن ما. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ چی؟ زاغی سیاه شما هستی؟ بله خانم، زاغ سیاه منم. خیر یک دقیقه. پس ما رو از دست قنعان دیوان شما نجات دادید؟ اوه بله. پس رسم مادرم رو شما برگرداندید؟ بله. امروز هم شما ما رو نجات دادید؟ بله خانم زهرا، من نجات دادم. بله گفتم که زاغ سیاه منم. دوملا نمیدونم باور کنم یا نکنم. شما زاغی سیاه؟ باور کردن و نکردن در دست شماست خانم. در حقیقت کوشش کردم که خودم را از شما پنهان کنم اما نشد. اما چه خیلی اما چرا؟ اما چی خانم زهرا؟ خانم سلیم برای با من به اینجا آمدن تو چنا خورسندم که تشکر زیاد. آخر که چونون مجبور کردی که رد کردن نتوانستم. برای بیتر نرفتن تو را جشن گرفتن شما رو به اینجا آوردم. خیر میلش جونم، برای من هم خوب میشد. کمتر سرم رو آرام میکنم. شما خواهید من شما رو برای آرام کردن سرتان دایم به سر و قصد میبرم سیلین جان. لیوین جون اما هر شب نمیشود. میلش شما الان اینجا استید من برای شما یک کوکتل شیرین میارم. زود میارم. شیرین سیلین جان. تایلا خوشحالی اینا رو بینه. کاری با ایتالیا نرفتنی دختر را مامانه شده. این چهارچشم جشن میگیرد. سلن؟ ها؟ امره؟ باورم نمی آیده. شما چه خیر زاغ سیاه بوده می توانید؟ زهرا اینو چند بار گویم زاغ سیاه منم آخر.
زوغیسیو شما زوغیسیو چرا شما میخندید؟ من نفهمیدم. دومولو شما چخیر زوغیسیو بوده میتوانید باز اینش چی معنا داره؟ دومولو شما دومولو جیو زوغیسیو نیستی گوش کنید خانم زهرا، مگر دومولو زیو بودنم و زوغ سیاه بودنم مانگی دارد؟ این چه خیلی منطق است؟ من نفهمیدم. بس است بس کنید چی اینقدر درست کردید؟ از دروغ گفتن شرم نمیدارید دروغ؟ دومولو لطفا نکنید حالا هم دوام داده ایستادید این رو چرا میکنید نفهمیده ایستادم چرا نفهمیدید خانم؟ زوغ سیاه منم گفته ایستادم. این کس رو بیننده حالا هم دوام داده ایستادن نفهمیدم چرا زوغ سیاه بودنت رو به من گفته ایستادید گوش کنید خانم، چون که من دیگر طاقت ندارم. بچی طاقت نداره دومولو بچی طاقت نداره گفته ایستادم این چه تصادفی خوب شد. تو را دیدم بسیار خوشم آمد. تو در کجاها بودی؟ یک سال است که صدایت نمیبراید. رقم تلفنت رو هم عوض کرده ای؟ هیچ گپ نی، برگشتم کو. تو را بسیار یاد کردم. میبینم بسیار هم زود آمدی. یعنی کی باشه؟ پگاه به خوراکخوری می روی؟ پگاه وقت ندارم. فهمم. روزی دیگر وقت دارید؟ نمیدونم. باز این احمقش کیست ها؟ کیست؟ نمیدونم. این خیل نکن سیلین، به خاطر سالهای همراه بودم. بایلش الان این خیل تمام. رقم تلفنت رو میدهی؟ کنه بیدی؟ مرحمت. مرحمت شربتی زردالو. تشکری زیاد. بای شناسی من امره دوستم. سلام علیکم. سلام. لمتی روزیبه سردار شعبه کارهای داخله. امره سنمیز. من در فرق ندارم. من هم شادم. خیر میلش سیلین جان، تو را در خوراکخوری انتظارم. چی های؟ من رفتم زنگ میزنم. خودش چی گپ است؟ چه گپ است؟ ای احمق شما چی کار میکنه؟ من یعنی گوش کنید من چی شمایه؟ بس است این رو بس کنید آخر نسبت زوغیسی و احساسات داشتنم رو دانسته این را سوی استفاده میکنید این مگر فرصتگروی نیست؟ خانم آخر گوش کنید. شما چقدر فرصتگرو بوده اید سمیرا فرصتگرو گفته پس زدید حالا باشد شما از او چی فرق دارید اکنون به من بگویید شما مرا دوست نداشتید کو من به شما باوری داشتم نسبت شما احساسات پیدا کنم گفته به نقش زاغی سیاه در آمده ایستادید تموم شد دیگر این را دوام دادن نمیتوانیم. خانم زهرا دومولو بس است این را بس کنید بیزار شدم آشکارا مرا دوست داشتنتان رو اعتراف کنید این ازدواج ساخته دوام داده نمی شود همه از پشت زندگی خود شود. خانم زهرا من چرا شما رو دوست دارم؟ این را چند بار با شما گفتم چرا درباره جدا شدن گپ بزنید؟ شما الکی حامله دار هستید مرا ببخشید اما من نمیگذارم که به من گویند که زنی حامله دارش رو پرتاب طرف. این را باید پیش از دروغ گفته‌تان فکر میکردید. کدام دروغ را خانم؟ دروغ زاغی سیاه را. خانم سلین شما با این بدرو به خوراکخوری میروید؟ بله. این کیه؟ هیچ کس یک دوستی کونم مدتی در روز بود که گل خوردی. دوستی کونه زور خوبه شما خیلی کونه مولا آخری خوراکخوری از کجا برآمد؟ فکر من زیادی است اگر همراه او به خوراکخوری روید من حساب دوستی کونه تون است لیکن از چشماش فهمیدم که او قدر آدمی خوب نیست. نه جونم چه خیلی فکر میکنی اون خیلی نیست یعنی یک دوستی خوبه. دوستی خوب است. سلی سلام ستاره جون. سلام کمتر پیش امره را دیدم در اینجا بودن ندارم بود شما چقدر جفتی مناسب بودید از یک دیگر چرا جدا شدید؟ مرا دوستانم انتظارم من میروم خیر.
شما حاضر نگفتید که او دوست کونه هم است چی دروغ میگوید خیلی میگفتید که دوست داشته کونه هم است چی لوین من تنها و من شرط دادنتون لازم نیست در نتیجه با دوست داشته کونهتان خوراک خورده میتوانید باشی سلامت این کار از حد گذراند. شام بخیر خانم سلین. همین تو نمیرسیدی کنار اگر اجازت باشد با شما من یک شامپان کشایم. نمیخواهم آقای کنعان. همین خانم سلم با من آمده است در اینجا ماندن تو فایده نداره این آدم ها طبقه اینجا دفشه ای کورتوب دخالت نکن. تو مگر چقدر خوشحال کردنی یک زن را از کجا میدانی؟ ها؟ چار چشمه خانم سلین اگر خواهید از اینجا برآمده با یگان مکانی بسیارم زیباتری رویم. من بسیار خوشحال هستم. اگر مرا راحت بگذارید بس خوشحالتر میشوم آقای کنعان. همین خانم سلم با شما گپ زدن نمیخواد دست طبقه خطی آدمات کج کجا برای آن که دستی من معیوب است با من چنین رفتار میکنید بر دوام مرا رد میکنید. در وقتش زنها از پسی من میدویدند برای با من بودن جنگ میکردند. مگر من شخصی هستم که رد کرده شوم ها؟ آی کلتک الازی احمق. تمام رو باشید من پلیس هستم پانیک نکنید آرام باشید آهسته آهسته از خلاخانه برید آرام باشید لوین احتیاط باش. تمام خانم سلین خواتیر نشد من در اینجا هستم اکه بکن آن در بین مردم خیلی تیر نپرونی که ای باید یا در بعد اوی توزه گم زدید مایلش رفته. خانم سلین در اینجا استید حضور میآید من زود برگشته میآیم خیلی چکار کنم باید پرابلم من رو حل کنم وجود دفتر دعا را گرفته آوردن مگر اینقدر دراز میکشده اینها کجا شدن من یک آنها رو دیده بیایم اما یعنی خانم زهرا شما هم مرا کمتر فهمید از هر باز در باره زوغ سیاه گپ زده ایستادن آخر صدا بلند نمیکنه و آدم اینقدر فشار آوردن خوب نیست. نمیفهمم آخر این چی گپ است؟ چی علاقه دارد جانم؟ بابایم شما را بسیار نقص میبیند علاوه بر این بسیار حرمت میکند. اما شما حرمت نمیکنید آخر و زوغ سیاه توجه دارید همین خیلی نه مگر دروغ است؟ هیچ علاقه ندارد. گوش کنید خانم گرچنده ازدواج من ساختم باشه به من زور آمده ایستاده است نه باز این سمیه ساخته بودنی ازدواج من رو فهمیده است از یک طرف زوغ سیاه معلوم شد آخر شما هم من رو فهمید. دوملا من شما را میفهمم اما خیلی در غضب هستم برای من زاغ سیاه هستم گفتنتان شما را هیچ گاه نمیبخشم. در اصل من شما را برای نافهمیتان نمیبخشم خانم فهمیده؟ باز بفهمم شدی من؟ آفرین به شما. دویم شما ما را جنگ میکنید در اصل من باید شما را برای ساخته بودن ازدواجمون رو بس همی گفتنتون و سیری بینمون رو فاش کردنتون جنگ کنم. داملا زیادالله تو را امک اکرم انتظار است. شاگیر گوشش را کش. آفرین سمی سیر گفته بودیم کو گپ بین خودم ما میموند گفته بودیم کو چی خیلی تو دیده دانسته این کارو کردی ها؟ خفه نشو زهرا جان ناخواست شد این برادر کمتر مرا عصبی کرد طاقت نکردم. حالا دندان عقل نبرمده باز کورنمکی میکنید من شما را چند بار از دست ینگه طولی نجات دادم اگر من نمی بودم سیر شما را همه میفهمید. نمیخواهم کمک تو با من لازم نیست. تمامی حالا بابایم میآید همه شو میفهمد من با پایا میفرایم این چی خیلی گپ است. گوش کن من برای چی در نزد زهرا بودنت را میدانم. برای چی بوده است؟ چون که او را دوست میداری ها داملا زیادالله با تو یک چیز گویم زهرا اصلا با تو عاشق نمیشود. حیفه سمی از راستی سرت را میکفم. آها این چی باشد؟ نیخوابی زاغ سیاه و زهرا هیله زاغ سیاه بودن رو کردی چی میشد؟ چون زاغ سیاه من هستم میگفتی زهرا با آغوش تو میدوی داملا سیاه. با تو یک چیز گویم زهرا اصلا با تو عاشق نمیشود. چرا میدونی؟
چونی زهرا زاغی سیاه رو دوست می‌دارد. زاغی سیاه سخترانه. ناراحت کردم. سگی داشتی. تمام آرام شوید. واهمه نکنید، پانیک نکنید. تمام دادر. مایلش فهمیدم. چه نگاه داره؟ خیلی پراکنده شده. پراکنده شده گفتم. بسیار گپ نزن. که کنون چرا بیوده و باوده داد و فرود میزنی؟ آخر هم خانون سیلن هم مرا ناراحت کرده ایستاده. مادامی که دردی تو کرتکلس است رفته او را دستگیر کن. ای چارچشمه تو کیستی که مرا عقل نشان میدی ها؟ اگر یک نشانه خوردکک باشد یک نشانه خوردکک که یابم اگر آن بشه رو دستگیر کنم او را تلیم پاره نمیکنم. داد نزن طلاق. من پلیس پروفسیونال هستم. در محله مغازه شیرینیان دختر صاحبش بیتول نام دارد. رو از او بپرس که کرتکلس در کجاست. او خواهر کرتکلس است. میشه این دیجا واهمه کدام مردم ترسونده. بیتول خواهر کرتکلس است؟ حالا من چی گفتم؟ سردارتون مگر کر است؟ کم هم مرده که خواهر کرتکلس است. نابود شدی کرتکلس. چی؟ کمیسر ما با شما گپ زده بودیم. اکا زنده است گفته بودید. باز چخیر مرده است؟ کمیسر شما دروغ گفته ایستاده اید. اکاتون رو از دست داده. بسیار غمگین شد چون شما رو دیدم درونم پاره شد. و خدا رحمتش کنه. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. همین خیلی؟ بله. بسیار خوب. انشالله در مدت کوتاه او را میابید. انشالله. مرا گوش کن. این خوبیت را فراموش نمیکنم. میشه رفتیم. سردارم اینجا تیر پرانه شده است. همین خیل شده. عجبا شما در کجا میگرده؟ انا همین پران. گیرید. دست را گیر خودم میروم. آی کرتکلس ها با دستم افتادی. گوش شوید اینجا. با دستم افتادی. باز یک بلای دیگر امریش برآمد. های خانم سلین. یعنی به این عاشق شدن اینقدر ترساور اینقدر مشکل است. بدون لزیانه و یعنی به ظاهر سیاه عاشق هستی. باشد اگر خواهی بگذارم اینطور باشد. همین خیر باشد. آرزو دارم که عشقی که با این نقاب داره تو را هم مانند من می سوزاند. من در داخل نقاب و چشمان شما نمودار شدن هم راضی هستم. از آنی که به تو باشم همچون زاغ سیاه مرا دوست داری هم راضی هستم. کمیسرونا مرا باید از اینجا براری. البته آقای کنان چهر که خواهد باز شما را مزخم کنیم. این کمتر مشکل است.
در بین آدمان تیر میکشایی بعد از آن باشد از اینجا ناز کنان برآمده میرویم. خیلی تو را در اینجا یک دو روز مهمان میکنم. اول از تو بیانات گیرم. کمیسر من باید از اینجا در حال برایم، حالم را نمیبینی؟ اول از تو بیانات میگیرم کنعان. به هیچ کجا نمیروی. آدم بری در اینجا شی. آی کلتکیل است، خواهرت را یافتم. یک چند روز دیگر در اینجا میمانم. بسیار خوب می شود که نمک آمده گناه را به گردن گیرد من باشم برآمده روم. می شود. فرزندانم چه صبح زیباست. بله. اکنون بهار آمده شده است پدر جان. بله. شوهرتان مربا را دراز کن، آخر خودش گرفته نمیتواند. نه من برای حامله دار بودنش خسته شدنش رو نمیخواهم. جانکی منه، چه خیلی فکر یکدیگر را میکنند. عزیزان من، عزیزان. فاروق اینها کو از راستی قریم. چه کاری تونی؟ باز اینش رو از کجا برآوردی؟ داملازیا زورا رو حامله دار از گفته با هم غمخوری کرده ایستاده است نمیبینی؟ با کارهای آنها این خیلی نظر نکن. برای یکدیگرشان حتی نگاه ندارن. همه چیز این دو کس دروغ است. خواهش میکنم باز سر نکن. سر نکن باز. خاموش. زهرا جان با کار رفته ایستاده‌ای؟ بله سمی. یک جا رویم؟ چرا؟ چون که حامله دار هستی که یعنی با این حال ماشین نرونی گفته عصبهایت هم ویران است. درست میگم اداملا؟ لازم نیست، خودم خانم را میبرم. لازم نیست. شکر من خودم رفته میتوانم. چه خیلی که میبینی تو رو هم نمیخواهد. کارت چی؟ با من این خیلی گپ نزن. تو رو نفهمیدم. تو دامولایی کی چی؟ آی کودک لبای خانم بیتون. سلام آقای سمی، من شما رو برای آن ناراحت کردم. اگر امروز بیکار باشید به بیمار خونه آمده میتونید. کودکی که شما به او خون دادید والدین شما رو دیدن میخواهند. روزتون بخیر. البته که میایم. بازم تا بازدید خانم بیتون جان. روز شما هم بخیر. تا بازدید. من مگر تو رو نگفتم که از بیتون دور گرد. تو چی نداری؟ کاری تو چی؟ سمی لبای جانم. جانم با کجا رفته ایستاده ای؟ مرا هم میبری؟ متاسفانه میلیس جانم. متاسفانه چون که در بیمارخانه نوبت گرفتم. باید عاجلا به نزد خانم بیتول روم. نوبت؟ بله جانم. داملا زیادولا شما چیزی گفته ایستاده بودید. اگر به خانم بیتول یگان گپ داشته باشید با ذوق به او میرسونم. گم شو. برسانم. روزتان خوش خانم. روز بخیر. خانم سلین مرا گذاشته با اون بدرو چه خیلی به خوراخوری میروی؟ چرا با من این خیلی میکنی؟ به خدا موی تنه میرفتی خوب بود. تشکر به شما. انا آقای سمی هم اومدن. با کودکم با خونتان جان بخشیدید. خدا از شما راضی باشد. خواهش میکنم خانم. کسی که نمی بود همین خیل میکرد. این خوبیتان را فراموش نمیکنم. مگر این خیل میشود من رو در خجالت نگذارید. کودک شفا یابد به من کفایه. آقای سمی در حقیقت به شما سپاسگزارم. یعنی کاش که درباره خون دادن دیگر ها هم حساس نبودن مثل شما. خانم بیتو قبری آشخانه کفیده از آب فواره زده ایستاده است. چی؟ اوستا رو دعوت کردیم و اما تا آمدنی و همه جا پر از آب میشود. اکنون چیکار میکنیم؟ واهی من نمیکنیم چون که
من حل میکنم. مرحمت این رو گیرید. باوری داری؟ باوری داریدش چیه؟ خواهش میکنم. مرا سمی چیل هنره میگویند. در کجا از آن آشخانه بیاید در رفته؟ طرف چپ. یا سرمت را انا دیدید؟ چه زود تعمیر کردم. آقای سمی بسیار تر شدید. دستانم تر شد. این خوب است، تازه شد. در حقیقت بسیار سپاسگزارم. همه تر شده از هیچ گم نی. براستی تشکری زیاد. سلامت باشه خانم. حاضر آیسته آباش تست. آقای سمی حاضر من خودم. یک لحظه خانم. حاضر یونانی حاضر همش خوب می شود. تر شدیم. انا تمام. تشکری زیاد. به تو خواهرکم، تو آخه چرا با این سمی احمق زن زدی؟ تو با این خیلی آدم چی کار داری؟ مگر این ملیس نیست؟ خانم ملیس، بخشش که ترساندم شما را. در اینجا چیکار میکنی؟ من برای چی اومده بودم؟ وای سمیر رو نگاه داشتی. خانم ملیس، یک اونجای شرمش نیست. چقدری که من میدونم شما با فکرم سمیر رو دوست میداری. بله اما چی؟ مرا هیچی نمیفهمد دومولو. پس نباشه شما هم راه های خودتون رو با او فهموندن رو یابید. دومولو چند بار فهمونیدم او نمیفهمد آخی. خانم خیل نکنید. در حقیقت شما بسیار زیبا هستید. گوش کنید. این رو دیده برای سمی حتی زیادی هستید. یعنی مردی که شما رو دیده تاثیرات نگیرد باید کار شود. از راستی؟ از راستی قدر خودتون رو بدونید خانم. با کار کرده همون میخندیده با فکرم. لیکن شما بسیار خنده‌آور بودید. لیکن شما موسیقی کلام بودید. دومولو با فکری شما این دختر بسنی محکوم است. مگر این خیلی میشود سرش رو میکفم. یعنی در حقیقت با یک دیگر هیچ موافق نیستنی رو گفته میگیدم. دومولو باوری داری؟ البته باوری داره. هیچ این خیلی نیست اما چی گفتم میخوای؟ دومولو مگر همه شایع نیست؟ خیلی گم نی. میدونید بیتون جوان ما امید دارم که باز ما میخوریم ها؟ تو بازید و نقضی بینیم. عجب بیتون چی کنم؟ یعنی امری آمدن؟ حالا خیلی حیرانم. به خدا زورو جون من هم حیرانم. احمقی نوبکو رو بین تو رو خبر نکرده ترک کرده میرود و باز به کدام رو برگشته میآید. به خروکشم دعوت کرد. سیلین باز نگویی که قبول کردم. سیلینی باورم نمیآید. بعد از این قدر کار چخیل قبول میکنی؟ آخر زورو جون چی کار میکردم؟ یک بوره روبرویم شد. در حیرت موندم. در حال روزی شدم. مالش پس رفته به او روزش رو نشانده ترک کردن و بعد میفهمد که چی بوده است. ای خدا ناگهان از کجا برآمد؟ سیلین مگر تو نسبت وی نوبکار یگان حسیات داری؟ آخر از کجا دونم جانم؟ بسیار سرم آمیخته است. این چی از او بسته؟ من هم در چنین حالت قرار دارم. بخیر است زورو جان. به تو چه شده است؟ دیروز زاغ سیاه آمد. چی؟ مرا فراموش کردن نتوانسته است. زاغ سیاه آمدن اطرافم با من کمک کردن تو میدونست. نمیدونم چی کار کنم سیلین. ای باز همین خیل. زهرو گوش کن. تو علکه اویلدار هستی. علاوه بر این باشد حامله‌دار هستی. یعنی همین خیل میدوند. مرا گوش کن. اگر آوازه شود که هیچ خوب نمیشود. گفتم و نه. چی کار کنم سیلین؟ چی کار کنم بگو. از قلبم برآورده دور کردن نتوانم. سیلین من بسیار غمگین شدم. بیگاه برآمده به یگان جا رویم. میلش زهرو جان میبراییم. با من ناز نکن.
زاغی سیاه بوده است. برادر این کنعانی دیوانه در حقیقت دیوانه است. مگر از نظارتخانه فرمایش میدن مگر برای برداشتن اینها ما مجبوریم؟ ای احمق، تو در نبودن یکی کنعان هر خیل گپ ها نزن کی قسم میخورم با همین سیلا به سرت زده سرت را میکفانم، فهمیدی؟ برسگاو بسیار ترسیدم ها. چی شد؟ در خوابم یک آهوی زیبا دیدم. چون اشکهای چشمی آهوگینش را به دلم میریخت. تو شویر شده یا؟ با آن نگاه های بیگناهش دلم را پاره کرد. دلت را؟ دلی با غم و اندوه پرم را برآورده با او دادم. باز گل بیده ها؟ مرحمت. این رفت دیوانه. یک چیز پرسم ها؟ این فکر رو از کجا به سرت میاد؟ از برای خدا بگو شرف ها؟ شرف این چی فکر است ها؟ یا خدا توبه کردم. این رفتم کنون از ما شیرین انتظار است ها؟ کمتر خاموشی است. پیش درو آهو را دیده است. نمیدونم آب نشده است، جهیده است ها؟ یک لحظه خاموشی است. شیرین رو من برده ایستادم و گبر رو تو بیزار کرده ایستاده ای. السلام علیکم خانم بتول. السلام دوملو، مرحمت. تشکر. خانم بتول، با این سمی گفتنی آدم گپ زدنتون را اونقدر موافق نمیبینم. راستی نفهمیدم. یعنی مانند شما یک خانم با او خوردنتون را من تصدیق نمیکنم. آخر تصدیق کردن شما لازم نیست، همین خیلی نه؟ گوش کنید خانم بتول، کمتر گوش کنید. یعنی مانند شما یک آدم درست با این احمقی سمی بر اینها یعنی آنقدر مناسب نیست. دوملو شما چی گفته ایستاده اید؟ با چی مناسب نیست؟ حالا شما چی سفسته گفته ایستاده اید؟ نه یعنی من سمی رو میشناسم. امروز خود در گرد شما بسیار گشته ایستاده است. من از همین سبب میگویم. مایلش فهمیدم. برای فکری مرا کردنتون سپاسگزارم. تشکر. یعنی اگر در بینتون نگاه چیز نباشد مشکلی ندارد. البته این چی مناسبت است؟ چی علاقه دارد؟ شما این راست کجا برآوردید؟ همین خیلی گفتم، مرا ببخشید. مایلش لطفا این موضوع رو محکم کنید. تمام، مهم نیست. در رسم آن کودک شمایید؟ بله. خیر، در نظرتون بوده کیست؟ اکم. چنان آغوش گرفته اید که گویا از رسم گرفتن بسیار میترسید. آن روز آیلوی به صورتگیری رفته ایستاده بودیم. من باشم هنگامی به دوگانم بازی کردنم از خانه دور شده گم شده بودم. بعد تمامی محلا مرا جستجو کردند. مگر من نمیتونم خواهرم، مرا چه خیلی ترسانده بودی. خواهرم در کجایی؟ بتول خواهر جانم. مرا اکم یافته بود. بسیار خوب بودم اما بسیار خوب در یاد دارم. بعد به صورتگیری رفته بودم. چونان ترسیده بودم که بینید چه خیلی آغوش کردم او را. جانی من. با اجازت شما. روز بخیر. این چه خیلی حیات است. این چه خیلی. ای کنان دیوانه، از پشت تو شده و خواهرم اکای تو از نبودن نمیتوانم.
گفتم نمیتوانم نمیتوانم. ака худо шуморо наҷот диҳад иншоалло зуд мебароед либосҳои тозаатонро мо дар даромадгоҳ мондем бохабар бошед چه لباس ها؟ چه لباس؟ من از اینجا پگاه میبرایم. паго ҳой хабари хушро шунидӣ این комиссар унал чӣ хел одами бофаҳм будааст ман бисёр хурсанд шудам چه خیل کمیسر اونال مسئله رو تو به گردن میگیری؟ من به گردن میگیرم؟ بله میگویی که من به اطراف آتش شدم من کردم میگویی رفته به خودت یک دو شاهد میابی همین خیلی این خیلی نکنیم اکا من میگم که این نوبکار این رو به گردن گیرد هم در بیرون برای ما یکم فایده نمیارد همین خیلی نه اکا از قفای شما در بیرون چیکار میکنن این من شما رو همراهی میکنم احمد حاضر من در همینجا بلیط رو میشکنم دمتان را گیرید حیوانها نموکی تایلاق این مسئله رو حل کن شوخی نمیکنم اگر حل نکنی هر دویتان رو نیست میکنم مالش اکا فهمیدم وقتتان با آخر رسید و بیرون برایید رفتیم شرف ها یه دقیقه ایستید نماز جمعه رو ترک نکنید نماز جمعه؟ به خدا معلوم است که من نماز جمعه رفتن نمیتوانم به داملا رسانید که بسیار حرمتش میکنم در حقم دعا کردن رو فراموش نکنید مایلش اکا شد اخنون برایید های کارتکیلاس با تو چنان کارهایی میکنم که به عقلت هیچ راست نمی آید مادر جان زودتر باشد کار دارم. مایلش دخترم کم ترکیست. مادر جان بسیاری بد گرفتید آخر بر میگردم بعد میخورم. بتول جان دلی من آرام نمیشود چون بروس نشدید در آنجا میخوری. مایلش مادر جان مایلش. اوه دامنو زیادو این چی تصادفی خوشم آمد شما هم در همین جا؟ بله من هم در اینجا هستم تصادف رو بین خانم سیوال یک چای می آوردید؟ البته دامولو به شما چی؟ نه خانم سیوال رحمت معلوم امروز جمعه است امری معروف دارم این چایم را نوشیده میخیزم بسیار درست گفتید داملا بله من هم امروز جمعه از گفته تورات کرده برآمدم خانم سیوال چای نآورید ان شاء الله بعد از نماز در حیاتم یگان جمعه رو ترک میکردم برآمده ایستادید خانم بتول ما هم کمتر پس با داملازیو به نماز جمعه می رویم خدا قبول کنه آمین جمعه مبارک بیتون رو به خود رام کرده بعد با تو رو برو شده پس سیمایه نگاه کرده حلاوت میبرم سمی تو رو که زیر پای میکنم هیچ دلسوزیت نمیکنم تو رو آخرین بار آگاه میکنم دیگر تو رو در اطراف بیتون نبینم مالش من خیزم دیر نکنم روز بخیر روز بخیر دامولو به شرف را بینه با من بازی داره بعدتر با میخوریم روز بخیر باز بیایید بله محترم جماعت موضوع امروزمون درباره تربیه کردن نفس خود و چقدر فایده‌آور بودن آن می باشد تو اول نفس خودت رو تربیه بکن بعد با ما موعظه بکن داماد ساخته از همه امتحان وزنی که خداوند به ما میکند مبارزه بودن با نفس می باشد آنقدر موضوع مهم است که حتی جناب پیغمبرمون در یک دعایش این خیلی فرمودند خدایا تا وقتی پوشیده شدن چشمانم مرا با نفسم تنها نگذار کمکم السلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام من باز از پشتی تو دیر موندیم از پشتی من؟ چقدر از پشتی من بوده است؟ تو راه را گم کردی تو با دوچرخت برخوردی راه رو یترمونیم چرا با دوچرخت برخوردی تو ها؟ از کجا دانم برآمد آخی داملا به نماز دیر نمانده ما؟ نه دیر نمانده گذره دعا میکن که حالا سر نکردن نباشد با که کنون خودت حسابشو میدادی من به خداوند حسابم را میدم پیش در تو یا صبر این چی گپ هسته؟ ایرک شاگرده کنونن یک طرف شینید تو در اینجا چیکار میکنی؟ کارتون چیه؟ ای نوبکار یا تابا دوملو اکه کنون سلام گفت خودش اومده نتوانست از سببی در شعبه بودنش چی؟ آقای کنعان در شعبه است؟ ها به جای خودش ما رو فرستاد هر دیمون رو انشاءالله حبس می شود و جانم خلاص شده براحت با خواهرم آسوده زندگی میکنم اقلا نکای او بودنم رو میگویم دوملا امروز یا پگاه باید برایت شما خواتیر نشد انشاءالله
من به این سن و سال رسیدم این خیلی چیز ندیدم. اکی خلی مگر این خیلی چیزها رو گفتم ممکن است؟ ایرج زنو محترم جماعت خاموش ایستید تا امر معروف رو دوام دهم. درباره تربیه نفس صحبت داشتیم. نفسمون یعنی خواهشمون، خودپرستیمون امتحان بسیار هم بزرگ است که ما باید از آن با خداوند هر زمان پناه ببریم. خداوند در کتاب قرآن چنین می‌فرماید: شما خود را بیگناه نگیرید. با هر کاری که میکنید خدا داناتر است. برادران، خداوند میگوید که ما انسان را ضعیف آفریده ایم. نفس خود را از همه چیز بالا میداند، چنانه که یگان عیب رو در خود نمیبیند. از همین سبب تمام عیب و خطاها رو در دیگران میبیند. انا شنیدی داملو درباره تو گپ زده ایستاده است. درباره من؟ این گفتهای داملو با من چه علاقه دارد؟ آخر انسان‌های به نفسشان رام شده میگوید تو را گفته ایستاده است. بسیار سرسده نگو. بس از برادر، ما موعظه گوش داریم. نه شما چه خیلی مسلمان هستید؟ گوش کنه نفقه خوب. الحمدلله من مسلمان حقیقی میباشم. جماعت مسلمین لطفاً آرام شوید. نفستون رو تربیت کنید. گفته ایستاده ایم، اما شما چیکار میکنید؟ داملو بخشی زیاد اول او سر کرد. علاوه بر این کدام وقتی که به نماز جمعه میآییم همین شخص مشکلی برمیآورد؟ بله. حالا اکنون من گناهکار شدم. نباشد من گناهکارم. نفست رو تربیت کن. نفست رو تربیت نکردی همین خیلی بشوی. یا خدایا توبه، و این شخص نفسش رو تربیت کرده بینگریده. معقول نیست. گوش نکن، فهمیدی؟ ایرج بس کن اکنون. اکی خلی مرا بس نگو، با آنها بگو آنها گناهکارند. این رو بینی؟ حالا هم مرا گناهکار کرده ایستاده هستن؟ از این سنت شرم نمیداری؟ این چی خیل جماعت ها؟ البته با این خیل دامولو همین خیل جماعت زیبنده است. برادران اگر اجازه دهید دوام میدیم. چخیلی که میبینید همه گناه رو با یکدیگر بار میکنند. هیچ کس نمیگوید که من گناهکارم. استاد یک سوال دارم، پرسا ماینه سرم رو ویران کرد. مرحمت بپرس. اکنون سوال هایی که ماینه تو رو ویران میکنند ماینه من رو هم ویران میکنند. استاد من سامبوسه خوردن رو بسیار دوست میدارم. با خوردنش عادت کردم، غلام نفس شدم. استاد بسیار خواتیرم از نفسم. استاد با فکر من غلام نفسم شدم، چیکار کنم؟ هجری نفس هم چشم گرسنه است. نفست رو با سامبوسه کمتر فریب بده، اما نگذار که اون تو رو فریب دهد. چرا؟ چون که سامبوسه کالری ناک است، بسیار کالری بلند دارد. اگر بسیار خوری فربه میشوی. احتیاط بکن. خدا از شما راضی باشد استاد. آخر هجری مگر در مسجد سوال میپرسند چرا تو با سوال هایت موعظه داملا رو میبری برادرم؟ آقا آخر هجری با موضوع امروزمون علاقمند سوال پرسید. آقا ایرج این خیل نکنید. آخر داملا این خیل نمیشود. ایرج بس است. یک بار عیب رو در خودت بین، نفست رو اینقدر بلند نکن. اکا من چه خطا کردم؟ تو چه خطا کردی؟ تو اصلا تا با پا خطا هستی. خطا. خدایا توبه. ای نفقه خور، تو غلام نفست هستی. جماعت گرامی، چیزی که میبینید با نفسمون مبارزه بردن آسان نیست، چون که نفسمون خود رو بیگناه شمرده، دیگران رو دائم خطاکار شمردن میخواهد. از همین سبب شرط اولی مبارزه با نفسمون اول خودمون رو خطاکار شمردن است. حتی معرفت در آن است که دیگران رو بیگناه، خود رو گناهکار شماری. برادران، از این دفتر من یک متن بسیار هم تأثیر بخش خونده بودم. با اجازت آن را برای شما خواندن میخواهم. من میگویم که هر فرد خودش گوید که من گناهکار، دیگران بیگناه است. یگانه نجات ما در بخشیدن یکدیگرمان است. از این بالاترش و جوابگری قانون میبرد. اما میبینم و فهمانده نمیتوانم. هیچ میکنم اما فهمانده نمیتوانم. کودک اگر گریه کرده میتوانستید، فهمیده میتوانستید، میگوید چون بگیریم میفهمم، چون بگیریم میفهمم. اکنون تمام حسابهای منطقی را از دست دادم. حتی چنان از دست دادم که اگر در امریکا یگان جنایت صادر شود و در تمام دنیا پرسن که قاتل کیست، منم گفته فریاد زده میتوانم. گناه کودکان بیخانه و در کوچه خواب رونده برگردن من است. چون با بیمارخانه درآیم، یگان شخصی را بینم که بیماری سرطان دارد، عجب و فکر میکنم که با این من گناهکارم. من چی کردم و در بطن مادرم، در خون پدرم کدام گناه و کدام جنایت را صادر کردم و عجب و کدام پاکی را ناپاک کردم و خودم را جوابگری تمام بدی ها میبینم. خودم را گناهکار میسازم. اما بسیار انسان های هستند که نفس خود را اداره کردن نتوانستند
و غلامی او شده حیات خود را دوام داده رفته ایستادند و از آن بخبرند که چه ستم بزرگی بر خود و به جان خود میکنند و آنها از جمله شخصان نادانند. بله محترم جماعت، در همین جا امر معروف امروز همون انجام می‌یابد. جمعه مبارک. جناب اکرم، اگر مونده شده باشد به خانه برگردیم. چخیل مونده شدم؟ من نو شده شدم؟ نو. اگر تو با من موی سفید از سیر و گشت بیزار شده باشی به خانه رویم. زود برگرد. اینقدر زود قهر نکنید بابا اکرم. در این زمانه کسی که پول نداره او را موی سفید میگن. شما جوان اوزید. همین خیل. البته همین خیل. 800 گل 99 تاش نو شکفته. بله همین خیل. شوکت خودم را مانند 20 ساله حس میکنم. راستی گپ بابای اکرم، شما مثل کودک نوزاد جوان هستید. 20 ساله بر این هستید. اما چی؟ شوکت کنی شف نگفته شفتالو را بگو. اما چی؟ وای شما خودتون جوان هستید ولی ماشینتون کمتر کهنه. در اصل این ماشین هم بسیار خوب می رود، زیباست، اما آخر این ماشین ها از مود رفتن. حاضر در مود ماشین های قدیمه است. مستنگ سالهای 70 میکنه میره و کو. هم خیلی بخرین. شما 20 ساله این به فکرم که ماشین های قدیمه را نمیدونید. خیلی نگو. آن ماشین ورزشی در جوانی دوست داشته ترینم بود. همین خیلی با من هم معقول است. میگیریم. نفهمیدم. میگیریم. به خدا قسم خود. به خدا که میگیریم. حاضر میرویم. رفتیم. آرزوی کودکی هم این بود که من هم ماشین را یک بار بیرونم. گوش کنید جناب اکرم، هم ماشین را شما خرید 20 سال دیگر جوان نشوید من نامرد. زود باش رفتم میگیریم. تمام بنام من میکنیشم. گاز را زیر کن. اوه خدایا این چه روزی خورسندی است. من حاضر تو را دستگیر میکنم. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ من میخواهم آدمی بزرگ شوم. شمشیر و اسب تو را آدمی بزرگ کردن نمیتوانند. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. کدام زنجیرها؟ من زنجیرهای داخلی تو را میگویم. تو آزاد بودی. همین خیلی بیلال. یک چند سال پیش دشمن ها به دهه ما حمله کردند. مرا و خواهرم را گرفتند. بازانو زن خودم. او به تو چیزی گفت؟ ما که آزاد می شویم. ما نباید تسلیم شویم. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. حکایه تو از اینجا بیرون میبراید و از تمام جهان میگذرد برای یک جویا کردن ما. وقتی که تو کلان شوی کی شدن